میز شما سامر صاحب. بفرمایید. من همکار مدیر صاحب هستم اینگی. بسیار هیجانی هستم از اینکه با اسطوره‌ای مثل شما همکار هستم. هدفت از همکار بودن چی است؟ آقا یابوس، یعنی که با شریک خود معرفی شدی؟ کمی منتظر میمونی اسماعیل. هنوز مویایم اصلاح نشده. اما من اصلاح نمیکنم، فقط روی من کمی مساج میتونم. ما که میبینم این چهره تو با مساج جور نمیشه اسماعیل. باید کمی مشتمال شود. معلوم میشه زبانت بسیار دراز شده گل باشه. ضرور از چند سانتی از نوکش بریده شد. آرام باش. تو دست ما رو باز که اگه نه باشه را کش میکنم. فهمیدی؟ شلیکو. اما فکر کن که بعد از این کار با یک جسد 55 کیلویی کجا فرار خواهد کردی؟ هنوز به منزل سوم نرسیده، تو رو از پای در میارم. یا او یک زن عالی بود. بله واقعا همون قسم. شما چه قسم با هم معرفی شدین؟ در سرحد بین دو کشور، یعنی در بین ترکیه و یونان یک دروازه مرزی قرار دارم. در او عملیات با هم همکار بوده. در حال اجرای وظیفه ما عاشق هم دیگه شد. یعنی تو هم پلیس هستی؟ بله. بازم تبا شدی صوفیا. اما چرا؟ در طول زندگیم به حیث دختر یک پلیس همیشه ترس داشتم که مادرم از دست ندم. بالاخره از چیزی که می ترسیدم سرم آمد. مافیا مادرم از بین برد. حالا وقتی که پدرم پیدا کردیم مجبور خود شدم که عین ترسده دلم جای بتم. نه ترس مرا چیزی نمیشه. مادر ماما میره میگفت حالا برم یکان چیز بخوریم. حالا از اونجا یکان چیز بگیریم بخوریم. حالا ما میریم. ها علی برود بان برود. بسیار برات میزیدم. فقط به خاطر گل روی خودت. هیچ نباید وقت از دست بدیم بیادر. پیش از اینکه اونا بلند پروازی کنن باید بالایشون رو قطع کنیم. نمیشه. به این وقت برنامه ریزی به خاطر بانک خوب نیست که کدام قضیه دیگر رخ بده. باید در وقت مناسب به دادشان برسیم. اگر زمیال عدانوی سر ما شک کنه باز مستقیم اینجا آمده و سر ما حمله خواهد کرد. خب چی کنیم بیادر؟ لوحه را پایین میکنیم. تو هم واقعا دیوانه هستی علی. اگه او آدم خدا پایین منداخت؟ نه انداخت. چی شده؟ چرا خدافت میکنی؟ هر طرف رسانه ها گرفتم. اگه علی مرز تصویر من را نبینه خوب میشه. عدی این کار تو بسیار خطرناک است، میفهمینی؟ اگه او بچه یک دیوانی روانی باشه باز چی؟ دریا جان ما پلیس هستیم، کار ما خودش خطر است. حالا تو میتونی به یک کارمند اطفایی بگویی که از آتش دور باش؟ ساداست که علی مرز و گروهشان استانبول پست کردن و به سرقت بردن. هیچ کسی نتونسته که جرایم افراد ثابت بسازه و منبع دارایی های مخفی اونا را پیدا کنه. بس کسی به گپ ما باور نمیکنه. میگن یک متشو چطور میتونه مافیا باشه؟ اما ما به هدف خود نزدیک هستم.
او را اینطور عاشق خود بسازم که مجبور شوم به خاطر بدست آوردن من هر کاری کنم و به خاطر این کار وقت سیف باز کنم او را با سیفش یک جا به زندان مندازم. خب پس ادانایی چطور میشه؟ تو این عملیات امروی او یک جا پیش میبری؟ البته که نخیر، این عملیات از خودم است. ماهاست که علی مرز و تنهایی تعقیب میکنم. درست است، اما میگن که ادانایی یک آدم سرسخت و لجباز است. از عهده او میبرایم. حالا به مرکز میری؟ نه خیر، اول به یک فروشگاه میرم و یک لباس مقبول خریداری میکنم، بعد از او آرایشگاه میرم. امشب باید مقبول باشم نه؟ من از راه پایین میرم. درست است، من متوجه اونا میباشم. خداحافظ. برم به شرف ها. ای را بگی شاید گوش نشده من باشه. گوشنه نیستم، تشکر میکنم. خب خودت میفهمی، از تو را اینجا میمانم. باز اگه گوش نشدی بخور. گرفتم میتونم از او؟ از چی؟ از او. اما بسیار مقبول شدی. با مدیر سر گفتی که من امشب همراه علی مرز به غذا خوردن میشی؟ من لباس خریدم، آماده شدم، با آرایشگاه رفتم، همین که برام اومد و برام زنگ زد، گفت زود اینجا بیا. حتی فرصت پیدا نکردم لباسایمو تبدیل کنم. نه خیر، به خدا من نگفتم. راستش ماما میال رسید اومدی. خدا کنه که به خاطر کدام موضوع دیگه خواسته باشه. اینو بگی. متوجه کارتان باشه. بسیار درد میکنه؟ نه خیر دختر، ما آدانایی هستیم. خوردن مرچ برای ما یک کار عالی است. مرچه نمیگم، چشمتا میگم درد میکنه؟ نه خیر، کم درد داره اما خوب میشه، مهم نیست. به خاطر که زدمت معذرت میخوایم. خیر است، مهم نیست، هیچ گپی نیست. اما لایق همی بودی. ایره ببین. خب بعد از این چطور میشه؟ چی چطور میشه؟ ما بعد از این همراه تو میباشم یعنی؟ راحت باش، جواب ما گرفتم. بیازمام تصمیم نداشتم، ما همه قسم خوب استم. صبر یعنی این که بعد از این چی میشه ما هم نمیفهم. یعنی این برای من یک تغییر آنی بود. ما خود هیچ فرصت پیدا نکردیم که فکر کنم. راست میگی، فعلا تو در ترکیه یک زندگی کاملا متفاوت داری. حتما تو از خود خانواده و فرزند داری. من نمیخوایم که استانبول برم و به تو مشکل خلق کنم. ما نه کدام خانواده و نه کدام فرزند دارم. ما
کسی هستم که تنها زندگی میکنم. یعنی تو هیچ ازدواج نکردی؟ نه خیر. دیگه فرزندم نداری؟ خب البته که ندارم. نمیفهمم. شاید بعد از ترک کردن خانومت این برات یک عادت شده باشد. شاید. ببین دختر من دقیقا یک کنایت میگی، اما برای بار آخر میگم من مادرت ترک نکردیم. یعنی من حتی خبر نداشتم که مادرت حامل است. اگه خبرم میداشتی چیز تغییر نمیکرد. قسمی که حاله مرا نمیخوایی. به احتمال زیاد اون وقتا مرا نمیخواستی. در ضمن ما همه قسم راحت هستم. اقدر سالها بدون پدر زندگی کردیم. بعد از یام میتونم زندگی کنم. حالا ببین، فعلا مشکل ما این است که زندگی ما یک زندگی ساده نیست. ما تقریبا 24 ساعت کار میکنم، یعنی 7 روز در هفته از خود با مشکل مواظبت میکنم. نمیفهمم که مسئولیت یک دختر جوان مثل تو را چطور به عهده گرفتم میتونم. راحت باش، مشکل نیست. نه بیازو همو تو پرسیدم. دخترم تو در اینجا درس خوندی، دانشگاه، دوستای، خانه، همه چیزت اینجاست. یعنی به نظرم بودن تو در اینجا بهتر است. البته جانم، ما چی کنم که استانبول برم؟ ما هر وقت که فرصت پیدا شد، یعنی همیشه به دیدنت اینجا میایم. به فکر خود باش، مهم نیست. سر من مکتب نووقت شده، امروز امتحان داشتم. ما تو رو میرسانم. نخیر نه ده ما تو رو موتره میرسانم. لینی میرم. یک دقیقه باش، ما اینا رو جمع کنم، ایرام همراه خود بگیریم. خدا ببخشه. ما خو نفهمیدم که لوحه را چرا نصب کرده بودیم و پس پایینش کردیم. با نظرم علی بیادر به خاطری که داستانمون مثل داستانه سینمایی کلاسیکی که یک توقفگاهی محترم داشت نشه و تشویش است. و از همون خاطر از توقفگاهی محترم منصرف شد. کالاکاتا بچه، تو از چی وقت کلاسیک گفتن یاد گرفتی؟ ما دیروز بخواد یک دوست دختری بسیار مقبول پیدا کردم بچه. چی میگی جانب بیادر؟ خدا، با خدا قسم بیادر، او دانشگاه میره، درس میخونه. این گپار از یاد گرفتم. او بسیار تحصیل کرده و مقبول است. با شما میگم که یک دوست دختری تحصیل کرده پیدا کنه. وای، این کلاکتا را بیبی ما را غافلگیر ساخت. بسیار خپک است. سلام بچه، خسته نباشین. خوش آمدی. از یک ملاقات کاری آمدم. واقعا؟ چطور گذشت؟ نمیفهمم، به نظرم چندان خوب نبود. ما هنوز صنف 4 هستم و به خاطر که هنوز فارغ نشدیم کمی مشکل است من استخدام کنه. او شرکتی که تو را استخدام نکنه، او خود نامزد ورشکستگی است. مهم نیست، توی چمرای اونا کار نکن. دقیقشان نباش. درست است. راستش من بعضن با خود میگم که همراه شما کار کنم. همراه ما؟ همراه ما در اینجا؟ یعنی میخوای موترشویی کنی؟ بله. دی چی گپ است؟ من موترشویی نمیتونم. نه خیر جانم، میتونی، البته که میتونی، اما راستش به این چی ضرورت است؟ تو قدر تحصیل کردی؟ نمیفهمم. یگان وقت از برنده ما شما را تماشا میکنیم، وقتی که کار میکنیم بسیار خوب معلوم میشین. به نظرم کمی حسادت میکنم. میگم کاش که من یک عضو از گروه شما باشم. البته حتما. چرا نه، با هم میباشیم. به هر صورت بیادرم در داخل است؟ بله داخل است. درست است. براتون وقت خوش میخوایم. براتون. به امید دیدار. اگه من از بیادر بفهمه که تو با خواهرش چشم دوختی، تو را مثل نان خوش قات کرده و خود خورد. چی چشم سرخ کردیم بچه؟ آیشه خب مثل خواهرم از جانم. البته جانم، ما مثل دوگانگی با هم چسبیده هستیم. جاسوسای لعنتی. نامردا. دروازه عقبی هم اینجاست؟ بله بیادر، اما از او را داخل شدن نمیتونیم، چرا که سر تا آخر او دیوار سیم خاردار گرفتن، گذاشتن از او مشکل است. خسته نباشین.
چطور هستی؟ خوب هستم بیادر جان. به هر صورت بیادر ما میریم که کاغذها رو دور بندازم. بیادر میخوایم ازت یک گپ بپرسم. بپرس جانم. تو امروز عمر کدام کار کردی؟ عمر؟ او دوست پسر یعنی دوست پسر سابقم. انسان احمق، اگه بار دیگه در اطراف خواهرم تو را ببینم یا که نام خواهرم از زبانت بشنوم تو را از اینجا پایین مندازم. نه خیر. توبه اما وزیر سال من از دانشگاه یا هر جای دیگه که میبینه تو فرار میکنه، فقط کدام ایولا را ببینه. برو اونجا بشین. ببین جانم، او کسی که سر دوست دختر خود دست بالا میکنه او آدم نمی باشه. به خاطر که از اون نجات یافتی خوش باش. اگه بار دیگه کوشش میکرد که با تو مزاحمت کنه با ما بگو. فهمیدی؟ درست است بیادر. دهانت بسته کن، دهانت باز مونده. دروازه موتور رو باز کن، دروازه رو باز کن. بسیار معذرت میخوایم. این بسیار دختر مقبول است. آمرزت تبریک باشه. اون دخترم از بچه؟ نه خیر آمر شاید بیازومه. از نظر دوستی یعنی از نظر رفاقت براتون گفتم، منظور بد نه. اگه همیالا مانع گپایتون نشم تا فردا صبح چتیات گفتم میری، از اون خاطر برو دروازه موتور رو باز کن. این دروازه را نه، دروازه پیش روی باز کن. به عقل دیوانه برو. با میدان اوی میریم آمرز. نه سوفیا را به دانشگاه میبریم. حالا دیگه تو لوده سعی نکن، تیز کن. حالا بفرما. درست است. سلام، من اینگین هستم، مامان جدید پدرتم. سوفیا. زود شو بچم که دختر از امتحان میمونه. حالا دیگه امتحان چی؟ با تو چی؟ برو. بیا. من خواسته بودین مدیر صاحب. بیا دخترم بیا. بیا اینجا بشین. خیریت از دخترم. ای چی وضعیت است؟ راستش یک دوست اکادمیم امشب نکاحش است. میخواستم با محفل او برم. شنیدم که قرار است امشب همراه علی مرز به غذا خوردن بری. میبخشن اما شما این از کی شنیدین مدیر صاحب؟ یعنی از نگاه مرموز بودنی عملیات. 30 سال میشه در این کشور وظیفه پلیسی را به عهده دارم و 20 سالم در بخش جرایم سازمان یافته و در این 5 سال اخیر مدیر این بخش هستم. در بعض مستندها دیده باشین که میگن بعضی حیوانات، پرندگان، حشرات و غیره صداهایی را که ما شنیده نمیتونیم شنیده میتونن. دقیقا ما مثل اونا صداهایی را میشنویم که کسی دیگه شنیده نمیتونه. بله مدیر صاحب، به حیث مأمور بخش مرموز عملیات امشب همراه علی مرز قرار است به غذا خوردن بریم. درست است، اما بسیار متوجه باش. من علی مرز خوب میشناسم. او هم در اکادمی پلیس شاگرد ما بود. دخترم بسیار هوشیار بود، بسیار مکار. تو با امید این میری که او را به دام بندازی. یک بار متوجه میشی که او تو را به دام انداخته. بیادر بگو مشنو. کجا
کجا میری؟ همراه یک نفر غذا خوردن میرم. باید لباسای منظم باشه. دی چی گپ است؟ تو امشب به غذا خوردن بیرون میری؟ بله. امروی کی؟ با تو چی؟ تو حتما امروی کدام دختر میری؟ بیادر؟ نه خیر نه. همراه دوستایم به قهوه خانه خود میرم. از همون خاطر خود قسم آماده ساخته. نه خیر نه خیر نه خیر. دقیقه بیکار حتما دسته کدام دختر است؟ اما تو نیست؟ چیخ نزن. حالا مادرم خواد شونید. باید یک مدتی موضوع از مادرم پنهان نگاه کنیم. آیشه چی شده دخترم؟ چرا اینقدر سر و صدا میکنی؟ امشب بیادرم امروی کدام دختر به غذا خوردن میره مادر. اوه تو با خدایا. علی جان من، شیر بچه من، یعنی بالاخره که نظر به خواست یک دختره پیدا کردی. آی شما کارتان نکنین لودا. هنوز گفتن نمیتونم که پیدا کردیم مادر، اما تو یک بار میبینمش. ببینیش بچه، بدون دیدن خود نمیشه کسی را انتخاب کرد. خب دختر کی از بیادر؟ ما او را میشناسیم؟ نه خیر نه. شما نمیشناسینش. خب مشکل نیست، ما عجله نداریم. او را چی وقت بعد از بوسی مادرت میاری؟ همون وقت معرفی هم میشیم. نه خیر مادر جان، به خاطر این کار بسیار زود است. ما تازه معرفی شدیم. امشب برای بار اول با هم میبینیم. خب به خاطر که بعد از این هر شب دقیقاً ساعت 9 به سر خوابت نری و اینقدر گوشه نشینی نکنی، این یک قدم بزرگ از بیادر جانم. بچه چرا در بار اول این رنگ خنخاق پوشیدی؟ دل او دختره سیاخات کردی بچه. کاش که یک رنگ سفید میپوشیدی. آی بله بیادر، رنگ سفید رو زیاد مقبول میگه. امروز صبح یک خنقاقت از خوشکشوی آوردم. صبر کن مهرمو رو برات میارم. نه خیر مادر، به خاطر این کار بسیار زود است. ما تازه با هم معرفی شدیم. بچه تو همراه او دختر در کجا معرفی شدی؟ در آ معرفی شدیم مادر. چطور یعنی؟ در موتور شهری با هم معرفی شدیم؟ نه خیر جانم، در مسیر موترهای تیز رفتار. دیروز من روان بودم که در مقابل موترم آمد. مامور زدم. او در مقابل موترم بر روی زمین افتاد. من رفتم که کمکش کنم. همونجا با هم معرفی شدیم. او دختر در شفاخانه است بیادر؟ بله. غذای شب در کفتریا شفاخانه میخوریم. اونجا نمیشه بچه. کاش که او دختره که به یک جای بهتر میبردی. شوخی کردم مادر جان، شوخی. او کاملا خوب است. ایره بیبی او را به یک رستوران مقبول میبرم. آفرین بچه، آفرین. اگه کدام سوال دیگه نداشته باشین رفتم میتونم. شما کارتان نکنین باشا. دیگه کدام سوال خو نداری؟ من یک سوال دیگه هم دارم. خب بپرس. او دختر چی کار است؟ بله آفرین دخترم. اما من فکر میکردم که کدام سوال مانده که نپرسیدیم. معلم است. در یک مکتب ابتدایی. آی بسیار عالی است. ایره بگیرین مادر. بخیر بری بچه، بخیر بری بچه، موفق باشی. اهلی من. با اجازهتان مدیر صاحب، نمیخوایم سرم ناوقت شوه. درست است دخترم. امشب بسیار متوجه خود باشی. ای که چه اتفاق بد مفته نمیفهمیم. از او خاطر یک گروه همکارا شما را تعقیب میکنن. درست است مدیر صاحب. برو دیگه، موفق باشی. ازتان تشکر میکنم. راستش مدیر صاحب، میتونم ازتان یک خواهش کنم؟ ببینم که خواهشت چی است. یعنی عامل صاحبی آووز به نظر مو از این معمولیت مخفی ما خبر نداره. نه خیر ندارم. اگه وضعیت همه قسم ادامه پیدا کنه خوب میشه. یعنی اگه وضعیت همه قسم ادامه پیدا کنه خوب میشه. یعنی میگن که علی مرز و ادانایی یک وقت بسیار دوستای نزدیک بودن. تشویش نکن دخترم. وقت وظیفه و قوانین موضوع بحث باشه، باز ادانایی هیچ کس نمیشناسن. من بازم ترجیح میدم که این مأموریت به تنهایی پیش ببرم. تا امروز هیچ کس مانع ادانایی شده نتونسته. ما سابق یک شخصی بودم که موهای انبو و چنگ داشتم. به نظرت ما او موها را با جر و بحث با کی از دست دادیم؟ ادانایی را به خاطر یک مأموریت خاص به استانبول خواسته و تو رام در رأس او قرار دادیم. بعد از این فقط یک نفر است که میتونه او را اداره کنه و وام تو هستی دخترم. اگر تو در این کار موفق شدی خوب است. اگر موفق نشدی باز خداوند کمک ما میکنه.
صوفیا صبر کن. امتحان چند بجه خلاص میشه؟ نمیفهمم. 1-2 ساعته خود در بره میگیره. خب میخوایی که دوباره با بردنت بیایم؟ یعنی شام یک جای به غذا خوردن بریم؟ فرق نمیکنه، خودت میفهمی. خوب است برو. خداوند ذهنت روشن بسازه. خب ما در 2 ساعت چی کنیم؟ نمیفهمم. هر کاری که شما میخواین همون کار انجام میتونم آمر صاحب. حالا ما در سیلونیک هستیم نه؟ بله آمر صاحب. خب حالا فکرت در کار بنداز. اگه ما تو کجا را ندیده دوباره برگردیم 20 سال بعد خود شد. کجا را آمر صاحب؟ زود باش فکرت در کار بنداز. زود باش آفرین زود آفرین این موهای تو کسب، این موهایت خیلی زودتر خواد ریخ بچیم. زود باش بره. جدم باعث پلیس های قهرمان این کشور از امانت تو مثل چشم مواظبت نکنم. راحت بخواب. آمر صاحب یاوز دیک ایاک آدانایی. تو گشنه نشدی بچیم؟ نه خیر آمر صاحب، من سیرسم زنده باشین. خب ما گشنه هستم. باز در این صورت ما هم گشنه هستم آمر صاحب. آفرین بیبی با یک اشاره چشم آجل قضیه را میگیری. آفرین. بچیم صبح تو وقتی از خانم ابراهی سرت گاو میلسه؟ ها؟ توبه بیا دیگه بریم، مامور بیکاره. درست است آمر صاحب. استاد کو یک دقیقه. کاش که از خدا یک چیز دیگه میخواستم بچه ما جای غذا خوردن پیدا کردیم. موتر خاموش کو بیا دیگه. حالا امرتان بجا میشه آمر صاحب. بیبی اینجا مرچا را آویزان کردن بچه. Yes. Análogo.
اینا چی است؟ مجموعه مرچای است بچه. تو مرچ خوش داری؟ نه خیر ندارم. من از منطقه ازمیر هستم آمرسه. اونجا مردم ما زیاد. البته که خوش دارم. یعنی اگه واقعا مفید است چرا نخورم آمرسه؟ خوب است. در این صورت از این مرچای ما کمی بچش. خدا ازتون راضی باشه. بسیار مهربان هستین آمرسه. به نظرتون من چی سفارش بدم آمرسه؟ او رو با ما بان. من سفارش میتونم. تو کار نداشتم. بچه شما آمرسه. اوریسته ای گایروس یونانی چی است؟ گیروس تینه. گیروس چی؟ تو چی میگی دختر جان؟ ای خو امو کباب دونر خود ماست. این کباب دونر خود ماست. امی که سرش ساس سرخ و ماست بندازیم باز میشه سکندر دونر. راحت باشین آمرسه. من بیز خوش ندارم دونر بخورم. کباب مرغ میخورم. کباب مرغ میخوری؟ بله. ببینین اینجا نوشته است. تو دختر هستی که کباب مرغ میخوری؟ اما چپ شو. تو ادانا رو بلد هستی؟ ادانا رو هستی بوادن اثریست؟ ادانا؟ بله ادانا بسیار یک جای مقبول است. در جنوب ترکیه است. در بین دریاهای جیون و سیون یک سرزمین بسیار مقبول است ها. این بسیار به عقل است به خدا. اینو هنوز موقعیت ادانا رو درست نمیفهمم. در منطقه مؤسف لخورداد که بپرسی آتیناسیلاتیک، رودوز، میکونوس تمامش چشم پد برات نشان میده. میکونوس بله میفهمم. میکونوس بلد هستی. البته که بلد هستی. بیبی تو با ما دو کباب یکونیم خوراکی گوسفند بیار. میامیسی نو چی؟ نداره؟ یکونیم خوراک نداره؟ میخه پارته ایویو نیامیسی نو. این کشور بی توبه خدایا. بچه می مردم مرکز المپیک به او بزرگی جور کردن اما قدر فکر نکردن که یکونیم خوراک غذا میتونن داشته باشن. درست است. اندکسی حاله دو خوراک با ما و دو خوراک هم به این کلالشم بیار. فهمیدی؟ بسیار عاجل. فهمیدی؟ اوکی ادکسی. اگر یکونیم خوراک بسازن ضرر میکنن؟ بس هست؟ بس هست آمرسه. باش که کم از این مرچان برات بانم. ببین اینا رو در جای پیدا کردن نمیتونی. اینا از خود اداناست. یعنی قدرش بفهم. واقعا بسیار مهربان هستین آمرسه. خوب شد. حالا بچه حالا خانه کو دیگه. حالا دیگه. چی شد تند است؟ خوردن نتونستی؟ چیزی به یادت آمد؟ چشمای تاب زده.
چی شد آمر صاحب؟ تو چند دقیقه همینجا باش، من پس میام. سلام علیکم. از وقتی که اینجا آمدیم نیم ساعت میشه طرف ما سیل داره. باز ما گفتم شاید هموطن باشه. اول یک سلام براتون دادم. Estudia volare. Figa to kefalimas. روسیه پوس میلاس اطلبنو النیکا اپیته سینا. Isto. آهسته بچیم، آهسته بسته که دروازه را. رفیق ایله بو همیز ترکی هستونامی کی؟ بله سیل کو ای کل لعنتی رفت و خدا. حالا برین قنصل منصل ما را خبر بسازیم که ما را در اینجا بندی ساخته. اما آمر صاحب او لعنتی ها را خوب یک لط کردیم نه؟ واقعا خوب لطشان کردیم. حالا که لطشان کردیم چی شد؟ بیبی لعنتی ها مثل موش ما را در اینجا بندی ساخته. با خدا اعصابم خراب شده میرم، مثل ای که ای دیوارا سرم چپه میشه بچه. اوف احمقا. با خاطر صوفیان بسیار بد شد به خدا. از همین روز اول پیش او کم آمده. بی از او فکر میکنه که من یک پدر بیکار هستم. منظورتون از روز اول چی است آمر صاحب؟ منظورم ایست که من تا امروز نمیفهمیدم که یک دختر دارم. توبه توبه. بله توبه توبه. ما هم همین رو میگم. بله توبه توبه. بخیز بچیم بخیز که کدام کس آمد. بیا بیا بیا. عرضو چون اینه بیبی وکیل هم آمد بچیم. بیبی آمد. اگه پدر کلانم هم از قبر بیرون می شدم و اگه خوش می شدم بیشرف باشم. Αυτή τη φορά είστε ελεύθεροι. آزاد هستم. Αλλά δεν πρόκειται να σας σώσω για δεύτερη φορά. اوره. اینا چی گفتن آمر صاحب؟ گفت که ما به حیث سازمان امنیتی واقعا شرمنده شدیم که شما را اینجا به زندان انداختن. از او خاطر همی که خبر شدیم دوان اینجا آمدیم و شما را آزاد میسازیم و معذرت میخواهیم. حالا به تو چی بچه؟ هر چی که میگه برو. ای فاریسو. حالا واقعا باور کردم که تو پدرم هستی. تو را 2 ساعت تنها ماندم. وقت رفتی جنگ کردی. بیبی دخترم تو بسیار خوب زبان ما را میفهمی، بسیار خوشم میاد، اما در مورد بعضی چیزا باید امرایت گپ بزنم. اول در مقابل پدر انگشت خدا نشان نمیتیم، به خدا و سنگ تبدیل میشه. دوم دیگه زبانت هم مثل چبلک دراز نشه. و سوم در این مورد بعداً گپ میزنیم. فهمیدی؟ خنده نکن. بیا که بریم. اله sevinçlerimi önüme baktım, hepsi sensin. Yazdım şiirlerin her hecesi, üzüldüm tüm filmler, yıpranmamış hayatlar, büyük hüzünler bekler, erişte bir سلام. سلام. بسیار مقبول معلوم میشی. به خاطر که اولین بار زیر تر موترتون نشدم. نه از اون خاطر شوخی کردم. شوخی لازم تو بسیار خوب معلوم میشی. تشکر میکنم. غذا تا کجا بخوری؟ باز میبینی. خب پس بریم. اما اول باید کمربند تا بسته. درست است. Aşka sorumluydum, anladım her şey sensin. Şimdi senden vaz mı geçmeliyim? در روی زمین بخوابه. زود زود.
دختر نداری؟ نه خیر. تو دوست پسر داری؟ بله. دستم تو چی کردی لعنتی؟ چه